خوش آمدید با کانال من. با شما امید هستم. روز درونم پر شد دیگه، طاقت کار نمیتونم. چخلگم اول میگفتن پرژیوت نکن، بسیار گیره نکن، دیگه نکن، گفتم که ضرر داره، دیگه داره. باور نمیکردم. وجودی هم یه دو بار گفتن کراچه ای روی عصب، ای روی سخت ترسیدن، کم تر دیفکت داشت گودک. وجودم معلوم بود دلش کم تر دیفکت داشت. من گفتم خیلی که خدا سوز میشه، همش نظم میشه. گفته خیلی با کسلشوش که تولد شد شوشوش خیلی سوز کردن، ناز کردن و دلش پراک دارد، پراک سرسا دارد. و شما قلیق کرگیش داستان قلیق کرگیش بینم نبشه رمضان ده پیو خوری و عرق خوری و گلنکای و بجایی که ما یه نگاه کنم، ما یه احتیاط کنم. وقتی بغضیم دم خل میکرد، ای کار می آمد چیزاش فضا میکرد، می پوشید دخیوی میزد، دف میشد میره. سهر می آمد با یک تا فهمیدم یافته و شهر نکرده ساعت 6 سهر تلفن میکنه. من آواز من میفهمم میکشه تلفن. منم خیلی سبجینی و می نویسد. منم میخوندم علم خیلی برای گودکا حرکت کنم. قبم اوله گفته که نمیشه دیگه، نمیشه دای. من چانی ککشم مریم ده های تیار کرده خیلی نگلا تلفنش ده تلفن میکنن سبجینی و می نویسن. خودشم ایزو نمیکشه نمیدونم. اون خیلی کرد ما در خیلی هر کسال بود کم ناز شد شوشوشوی شد. خونه آوردم بو کشتم باید زبرده گودکه من فقط خبر میگیرم تمام ریانیمت زده. درش خونه آوردن دیم جواب گرفته آوردن نتونست مای خونه. اوچه هم فقط دوید. اوچه هم ای پشتی هر روز ای کار جواب گیری یا ای کار های شدن. قلقی دیگریشه چی تو گودکه دیو پرت افت رفت. ولی مریم هیچ گپ نه. ناز شد ریانیمت زده برآمد، ناز شد 7 ماه بود، ناز شد همش سوز شد. اما دیگه من چیکار میکنم؟ میگن که با ابسلید وینیشه میکنه، میگن طول که اپیراسیون میکنن همون گوش شما میدونم چی بشه. وزیرش ده 1 هفته ده ریانیمت زده میمونن. روز دوشنبه معلوم میشه چیکار میکنن. خیلی گپا پام نگو مویا پرتاف دف شد رفت. ایام بیکور من با اون گردن اتو وچده بود. دو گودکتی یک گودک کسلی سخته پخته خوام درد مخدوم میدونم جانم. نه خیلی گپا